يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز، ما و شما کتاب را میخوانیم که الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک، دلائل است در حکم کسانی که اهل شرک موالات دوستی میکنن. و این کتاب تالیف سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه کتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، فإن الولاء والبراء من أعظم أصول الدين وأرسخ قواعد الإسلام، ولا يتحقق توحيد العبد إلا بالموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، فيوالي ويحب وينصر أهل الإسلام ويعادي ويبغض ويجاهد أهل الشرك ويتبرأ منهم. یقینا که ولا و براک است از بزرگترین اصل از اصول دین است و راسخترین قاعده از قواعد اسلام است و تحقیق توحید بنده متحقق نمیشه مگر به ای که انسان موالات فی الله داشته باشه و معادات فی الله داشته باشه، یعنی دوستی به خاطر الله باشه و دشمنی به خاطر الله باشه. والحب فی الله والبغض فی الله، والحب فی الله والبغض فی الله یعنی محبت برای الله و دشمنی به خاطر الله. پس دوستی میکنه و تایید میکنه و دوست میداشته باشه و نصرت میکنه اهل اسلام را و دشمنی میکنه و بغض میکنه و جهاد میکنه با اهل شرک و براءت میجویه از ایشان. عقیدة راسخة رسوخ الجبال، این عقیده راسخ است به اندازه رسوخ و محکمی کوها. ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من الولاء والبراء، که در کتاب الله حکم نیست که در او دلائل بسیار زیاد و دلائل بسیار بیان شده نسبت به چی باشه؟ نسبت به ولا و برا باشه. یعنی این بسیار زیاد بیان شده است. بعد از چی؟ بعد از وجوب توحید و تحریم ضده. البته این ولا و برا بعد از چی ذکر شده؟ بعد از واجب بودن توحید و حرام بودن ضدش که شرک است. به این خاطر مسائل ولا و برا میگه که بسیار زیاد ذکر شده. و کذا السیرة تزخر بالولاء والبراء قولا و عملا. همین قسم در کتاب های سیرت النبی صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد ذخیره شده هست، بسیار زیاد ذکر شده هست ولا و برا، هم از نگاه قولی و هم از نگاه عملی. من سنته صلوات الله و سلامه علیه و سنت صحابته رضوان الله علیهم، که در سیرت نبی صلی الله علیه و سلم وقت ولا و برا ذکر شده هست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه رضوان الله علیهم اجمعین.
لكن طواغيت العصر حرصوا على محاربة الولاء والبراء بشتى الوسائل. لكن طواغیت عصر اینا زیاد حرص کردن به چی؟ که عقیده ولا و برا را به ضد بجنگن با وسائل مختلف. فروجوا للتعايش السلمي بين البشر مسلمهم و کافرهم. از خاطر دشمنای اسلام ترویج کردن عقیده زندگی مسالمت آمیز بین فرزندان بشر. گفتن که باید مسلمانشان و کافرشان اینا چی داشته باشن؟ اینا زندگی مسالمت آمیز بکنن. وابتدأوا الوطنية والقومية اللتين تفرضان الولاء والمحبة والنصرة لابن الوطن والقومية وإن كان من أكثر الكافرين. و اینا یک بدعت بسیار خطرناک را ایجاد کردن که او بدعت وطن پرستی و قوم پرستی هست، که این قوم پرستی و وطن پرستی اینا لازم بگردانه چی را؟ که همون دوستی و محبت و نصرت انسان برای چی باشه؟ برای وطندارش و برای قومش باشه. اگر چی همی هموطنش یا اگر چی همی قومش از خطر کافرترین کافرها باشه. و اشاعوا احترام الكفار الاصلیین. و امی قسم اینا شاعه کردن دشمنای اسلام که باید احترام شود کافرای اصلی، المحاربین، کسایی که کافرای اصلی و محارب هستند، بحجت انهم اهل عهد و ذمه، به این دلیل که اینا اهل عهد و ذمه هستند. کجا اهل عهد و ذمه هستند؟ و احترام المرتدین. و ایره هم برای مردم چی کردن که باید مرتدا را احترام بکنین. به چی؟ به این ذریعه که آزادی عقیده هست و آزادی دین هست. و بالمقابل نابذ الموحدین و نکلوا بهم. و در مقابل از اینا چی کردن؟ رد کردن موحدین را و بر از اونا با اشکال مختلف اینا را چی کردن؟ بعد مقابل از اینا مبارزه کردن. حتی غدا و هم فی بلدانهم بین قتیل و اسیر و شرید. تا ای که حتی موحدین ببینی که در کشورهای خودشان یا قتل میشن یا اسیر میشن و یا هم از وطنشان رانده شده می باشن. خلاصه ای که این عالم در اینجا گفت که یکی از اعتقادات راسخی که بسیار زیاد در قرآن سنت بیان شده هست و چی است؟ مسئله ولا و برا هست که بعد از واجب بودن توحید و که توحید بفهمیم و بعد از که شرک بفهمیم، لازم است که انسان مسلمان عقیده ولا و برا داشته باشه. چرا که این هم در قرآن و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه بسیار بیان شده. لکن متاسفانه طاغوت‌های عصری امروز بسیار حرص میکنن که به ضد ولا و برا کار بکنن با وسایل مختلف. و به این خاطر اینا چی کردن؟ بعضی اعتقادات باطل را رواج دادن که یکی چیز که زندگی مسالمت آمیز باید داشته باشیم بین مسلمان ها و کافر ها، باید زندگی مسالمت آمیز باشه. و دیگه عقیده کفری که اینا ترویج کردن و چی هست؟ او بدعت قوم پرستی و وطن پرستی هست که این قوم پرستی و وطن پرستی بالای مردم چی رو لازم میکنه؟ که محبت و دوستی و نصرت به خاطر چی باشه؟ به خاطر امو وطندار باشه و به خاطر قوم باشه، ولو که وطندارش یا قومش از خطرناکتری کافران باشن. و همین قسم رواج دادن که باید احترام کافرها شود. این کافرای اصلی که اینا محارب هستن و با مسلمان ها می جنگن، گفتن باید بر از اینا احترام شود به خاطر یکی اینا اهل عهد و ذمه هستن. یک فریبکاری هست، در حالی که کافر محاربی که می جنگه این نه کدام عهد داره با مسلمان ها و نه کدام ذمه داره، بلکه وقتی دستش برسه به کشتن و قتل و جنایات زیاد دست میزنه.
و عقیده چهارمی خطرناکه که اینا چی کردن؟ گفتن که باید مرتدا، کسایی که مرتد میشن در جهان اسلام، برای از اینا باید احترام شود. با چی بانا؟ ببینید کلش موضوعات جنگ فکری هست که با ای که چون آزادی عقیده هست و آزادی دین هست، بنابراین کسایی که مرتد میشن باید اونا احترام شون. و در مقابل از این وقتی که باز موضوع موحدین باز اینا را رد میکنن و برای اینا رنگ دسیسه میسازن، تا ای که حتی همون مسلمان هایی که موحد هستن در همون جایی که در جای تولد خود اینا یا کشته میشن یا اسیر میشن و یا هم رانده میشن. و سیاست الطواغیت هذه خلطت المفاهیم على اهل زماننا، و میگه که همین سیاستی طغیانگرا که هستن، طاغوت ها که هستن، این میگه بسیاری از مفاهیم در مردم اهل ما، یا مردم این عصر ما، بسیاری از مفاهیم حقیقی را مخلوط ساخته، بین حق و باطل خلط شده. و در بین ما کسایی و نشأ بیننا من ینتسب الی الاسلام، کسایی هستن که نسبتشان به اسلام داده میشه، و من ینتسب الی الاسلام کسایی هستن که خدا نسبت به اسلام میتن، ولا یعرف اصل دینه، و اصل دین خدا نمیشناسه. و اصل الدین و قاعدته امران، در حالی که اصل دین و قاعده اساسی دین چی هست؟ دو اساس یا دو امر است. الاول والامر بعبادت الله وحده لا شریک له، اولش چی هست؟ که عبادت الله را بکنی به یگانگیش که برای او شریک پیدا نکنی، و تحریض علی ذلك، و مردم به این تشویق بکنی که عبادت الله را بکنن، و الموالات فیه، و دوستی به خاطر الله باشه و به عبادت الله باشه، و تکفیر من ترکه، و تکفیر بکنی کسی که الله را به وحدانیتش عبادت نمیکنه. و ثانی و دوم امری است که الانذار عن الشرک، که الله متعال ما را چی کرده؟ ترسانده از شرک فی عبادت الله، در عبادت الله، و تغلیظ فی ذلک، که این انسان دیگه بسیار غلظت سختی هست، و المعادات فیه و تکفیر من فعله، که معادات هم در امی شرک باشه که کسی به الله شریک میسازه و یا کافر میشه به الله، دشمنی هم باید در امی راستا باشه. و تکفیر من فعله، تکفیر کسی که این را انجام میده. و هذا الكتاب المفید الذي بین ایدینا یدم رسالتین، میگه کتابی که در پیش ما هست این شامل دو رساله میشه، که یکیش الدلائل فی حکم موالات اهل الشرک است، که به نام دلائل در حکم موالات کسانی که موالات دوستی میکنن با اهل شرک، و دیگر رسالش به نام اوثق عور الاسلام است، که کلتاهم مال الشیخ سلیمان بن عبدالله بن عبدالوهاب رحمهم الله، فنسأل الله تعالی ان ينفع بهما المسلمین.